یه جنگ واقعی بین دو تا خانم توی پشت صحنه عشق ابدی راه افتاده که رسما از برنامه خود سریال هم داغ‌تره. یکی میگه اون یکی شوهر داره، اون یکی میگه این یکی با دکتره، بعد عکس مثبت 18 هم اومده وسط. صبر کن، بذار همه چی رو از اول برات بگم. رفقا درود، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه که قراره بهتر کنیم. امروز قراره بریم سراغ یه جنجال حسابی از پشت پرده عشق ابدی. این چند روز اسم بهار خانم حسابی پیچیده. تازه اومده توی برنامه ولی چنان توی حاشیه رفته که همه دارن دربارش حرف میزنن. داستان از اونجای شروع شد که با پرستو صالحی یعنی مجری اصلی برنامه درگیر شد، ولی نه یه درگیری ساده. اینا اطلاعاتی از هم رو کردن که حسابی نفسگیره. بهار ادعا کرده که پرستو یه رابطه مخفی با دکتر پژمان داره، همون دکتری که خیلی‌ها تو برنامه براش نقشه کشیدن. از اون طرف پرستو هم بیکار ننشسته. چند تا استوری گذاشته که مخاطب‌ها رو شوکه کرده. گفته بهار قبل از اومدن به برنامه شوهر داشته و حتی عکساش توی پیجش بوده که بعداً پاک کرده. خب معلوم نیست قضیه چیه. یعنی مثل ماجرای ماهرخ دوباره با یکی طرفیم که توی رابطه بوده یا الانم هست و برای دیده شدن اومده وسط برنامه. حالا اینا به کنار، پرستو یه ادعای سنگین‌تر هم کرده. گفته بهار قبلا عکسای خصوصی خودش رو می‌فروخته و توی یه مسیر خیلی عجیب بوده. البته هنوز هیچ چیز تایید نشده و کسی نمیدونه اینا واقعی ان یا دعوای عصبی. حالا سوال اینه، تو حق رو به کی میدی؟ پرستو یا بهار؟ نظرتو توی کامنت ها برام بنویس، چون قراره کامنت های داغ شما رو توی ویدیوی بعدی بخونیم. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن. سابسکرایب یادت نره و زنگوله رو هم بزن که اولین نفری باشی که جنجال بعدی رو میبینی.